پس از انقلاب اسلامی یکی از نهادهایی که تأسیس شد سپاه پاسداران بوده که بیش از 40 سال از فعالیتش میگذره و ما در هفته دفاع مقدس قرار گذاشتیم که در کافه کتاب بدون توقف به نقد و بررسی عملکرد سپاه در بیش از 40 سال فعالیتش بپردازیم. خوش آمد میگم به تک تک مهمونایی که وقت گذاشتید تشریف آوردید اینجا، خیلی خوش آمدید و همچنین معاون هماهنگ کننده سپاه سردار نقدی که ازشون دعوت کردیم در برنامه ما حضور داشته باشن. سلام عرض می‌کنم خدمتشون و خوش آمد عرض می‌کنم. سلام به شما جوجه بسیجی‌های دستچین شده گوگولی مگولی. بنده نقدی هستم، نقدن اومدم تا ضمن کنترل نقدینگی کشور به نقادی‌های شما از اینجا تا نقده گوش کنم. نقد باشی جور شه برات. زنده باشید. متشکر. از اونجایی که دوستان با کوله باری از سوالات به برنامه تشریف آوردن، من پیشنهاد میدم که طرح بحث خودتون داشته باشین و سوالات خودتون رو مطرح کنید. بفرمایید. سلام. سلام آقا جون، سلام آقا جون. بنال ببینم چی میگی؟ بغل برو همچین ماشین بهت نزنه. بگو ببینیم. خیلی ممنون که این وقت گذاشتین. من یه سوالی تو ذهنم هست، به نظرم که اگر با هم به این جواب سوال برسیم اساسا ذهنیت درستری نسبت به مسئله داریم، شاید بتونیم بحثمون رو جلوتر ببریم و اون هم خود چیزی به نام سپاه پاسداران هست، یعنی پدیده‌ای که تقریبا نظیرش در دنیا نیست و خودش یک پدیده عجیب غریبیه که در تعریف نمیاد. من خودم به سپاه که نگاه میکنم، از یک طرف یک قوای ارتشی با همه مجموعه نیروهای چهارگانه است، از یک طرف یک سرویس امنیتی است و ضابط قضایی است، از یک طرف نیروی قدس رو داره و کارهای برون مرزیش از فیلم و کتاب و سریال دست داره تا شعر و موسیقی، از مدیریت پالایشگاه ورود کرده تا کارهای عمرانی و ساختاری و قرارگاه خاتم، در همه اقشار دفتر داشته باشه و کار اقشار رو داره مدیریت میکنه و چیزی که نه فقط به عنوان نیروی ارتشی، چیزی که در اداره کشور سهم داره در شؤون مختلفش و همه این شؤون یک مجموعه متکثری از آدم هاست با عقاید مختلف که یک تکثری رو برای سپاه برمقام میاره که ممکنه حتی در عمل یا در گفتار متناقض هم عمل کنه. خود شما این زووج بودن و گستردگی و موسع بودن سپاه رو چطور می‌بینید و به نظرتون چقدر براش آسیبه و چقدر میتونه؟ ببین یه لحظه خفه شو، سرمو خوردی تو. چجوری تو داستان زووج و موسع و اینا رو کجا آوردی تو؟ دستت هم همچین حالت خوردادیانی میای و میری اصلا رو مخه میدونی؟ هم رو مخ هم رو صندلیه. ببین این سوالی هم روی درازی نداره که نظام ولایت یعنی سپاه. دماغ سپاهو بگیری لعیم ولایت وا میره. سپاه خوردومشو تو همه حوزه ها چی فرو کرده، از حوزه علمیه تا حوزه خونتون تا آفتابه مجمع تشخیص مصلحت نظام. گیزیدی همه حوزه ها. سردار حالا به بررسی مقاطع مختلف و حوزه‌های مختلف فعالیت سپاه می‌پردازیم. فقط مشخصا سوالی که آقای سلیمی مطرح کردن اینه که همین ابعاد مختلف فعالیت‌های سپاه از اول مد نظر کسانی که تأسیس کردن بوده یا بعداً تعریف شده؟ ببین آقا جون، خود شما رو وقتی که تأسیس کردن این شکلی بودی؟ یه فینگلی بچه بودی تو پوشک ونگ ونگ می‌کردی دیگه. حالا بقیه‌اش نمیخوام اینجا بگم جلو دوربین خیته. حالا شدی بسیجی پاچه‌خوار ولایت. سپاه هم از اولش که تأسیس شد خب یه مش گدا گودول پشمالو بودیم، گوشه افتاده بودیم، سقاب مینداختیم، بازی می‌کردیم. امام خوبی ها ما رو از تو کوچه ها جمع کرد. الان هم هر کدوم از خودمون یه سوپر هلدینگ داریم هیولا. یه حساب تو سوئیس، یه خونه تو کانادا، طولهامون استرالیا. علا برکت الله. آیا اون مدینه فاضله‌ای رو که انقلاب ما توقعش رو داشت به تحقق پیوسته سپاه تونسته عملی کنه؟ والا مدینه‌شو نتونستیم، اما فاضلابی که سپاه تونسته احداث کنه در دنیا بی‌نظیره. ویگندش کل منطقه رو برداشته. هر چقدر دشمنای نظام تبلیغ کنن، خوشبو کننده بزنن، حل نمیشه. آیا اون خلوص اولیه یک وجود داره یا نه دو؟ برای اینکه اون خلوص حفظ بشه یا حتی بیشتر بشه الان برنامه مشخص چیه؟ خروس؟ اون خروس اولیه که خب امام راحل بود که وقتی میگفت قوقولی لاکن قوقول، تمام قولای دنیا قوقولی میشدن که البته الان اون خروس اولیه به راحل رفتن. حالا این خروسی که الان هستن یعنی مقام عظمای ولایت بدبخت خب جسم ناقصی داره. اینکه شما توقع داری از این خروس بی‌نوا که واسه تخم بذاره، خب توقع بیجاییه. خب البته تبلیغ دشمنای نظام هست، تبلیغ میکنن که مقام عظما تخم بذاره. چرا مثل گذشته عضویت در بسیج میان مردم ما در اکثر مردم ما افتخار نیست؟
آیا تدابیر مسئولین سپاه بسیج در مدیریت پایگاه و حوزه‌ها نادرست نبوده که امروز اکثر مراکزی که متعلق به بسیج به نظر من خلوته و مردم از حضور خود و فرزندشون در بسیج اکثرا استقبال نمیگم نیستا، اکثرا استقبال نمیکنن. شما تو این زمینه میخوام ببینم پاسخ جناب عادی این که تبلیغات دشمنه، یعنی تبلیغات دشمنه. وگرنه شما بیا پایگاه‌های سپاه نها کن، آقا جای سوزن انداختن نیست. حالا سوزن بنداز، قرقره جاش نیست. شما الان نها کن، من هستم، سردار سلامی هست، سردار حاجی زاده هست، شما شش تا اسکل هستین، خود خروس عظما هست. تعجب میکنم شما میگی خلوت نیست، کجاه فلان. درباره تدابیرم خب ما والا هر کاری از دستمون برمیاد کردیم، میکنیم دیگه. ساندیس دادیم، شام مجانی دادیم، بلیت سینما دادیم، همه چی دادیم رفت دیگه. چیکار کنیم دیگه؟ کار دیگه نمیشه کرد. سردار مقطع دفاع مقدس اشاره کردن همون خلوصی که آقای علیزاده پرسیدن، همون خلوص الان هم دیده میشه. بابا تو هم سوزنت گیر کرده روی خروس بدبخت ها. آقا خروسه، میگم خروسه. آقا جان نگاه کن، تخ نمیکنه که. چیش میخوای دیده شه آخه؟ خب تاجش، پرش، دمش همه ریخته. عجب گیر کردی تو بگو خروس چه کاری آخه؟ یکی از کارهایی که انجام شد حمله بین الاسد بود. دشمن بارها مطرح کرد که در این الاسد هیچ اتفاقی نیفتاده، پایگاهی خالی زده شده. سپاه هیچ فیلمی رو نکرد که از این حمله که انجام شد خب کی آسیب دید، چند نفر امریکایی مرد، چه آسیبی پایگاه نظامی امریکا خورد. من میخوام بگم چرا سپاه بس در شفافیت عملکردش مطلوب نیست. حالا تو از اون بدتر باز. سوال اون باز یه محتوایی داشت، یه خاصیت غذایی داشت، میشد آقا سر تو آخه گولاخ. فیلم چی رو کنیم آخه؟ فیلم سوسمارا تو عین الاسد میمیرن؟ نه این فیلم رو کنیم یا فیلم مارمولک‌های بیابونای عراق؟ ما گفتیم زدیم، شما میگین زده دیگه. این تبلیغات دشمن چیه روتون اثر گذاشته؟ اصلا جاش رو صورتت مونده، بدنت هم فکر کنم زخم و زیلیه سر این تبلیغات دشمن. والا بد صحبت میکنیم. این سوال همیشه مطرح بوده که چطور میشه ما موشک‌های نقطه زن میزنیم، موشک‌های قاره پیما میسازیم، تو حوزه پهپاد در بسیاری از صنایع بسیار پیشرفته انحصار شکنی میکنیم، اما در بحث خودروسازی توفیق چندانی به دست نیاوردیم. این مطالبه وجود داره که چرا سپاه وارد نمیشه. البته اظهاراتی بوده از این موضوع، اما نمود عینی و ملموس نداشته. میخوام بدونم چرا سپاه وارد نمیشه تو این بحثا؟ چرا وارد نمیشه؟ خب سپاه تو هر صنعتی وارد شد، اون صنعت کلا از دور خارج شد. موشک نقطه زن از 3 تا کلمه تشکیل شده: موشک نقطه زن. حالا شما این جمله بساز. ما اینو اینجوری گفتیم، نگفتیم موشک قاره پیما کجا بود؟ قارپوز کجا بود؟ من ندیدی جای دیر و زور زدیم کرمانشاه هنوز جاش هم درد میکنه. بعد ما دنبال چیزایی هستیم که پرتاب کنیم. خودرو رو که میشه پرتاب کرد آخه پرتاب. من قبول دارم که سپاه بعد منطقه بعد با عنوان یک نهاد انقلابی فعالیت برون مرزی داشته باشه، ولی که این پاسخ از سردار نگرفتم که در حال حاضر چرا موضع سپاه، حالا به ویژه سپاه قدس، در سوریه منفعلانه است و اسرائیل هر گونه حمله که بخواد راحت انجام میده و نیروهای ما توی منطقه به راحتی شهید میشن و در حال حاضر پاسخی هم ما نمیبینیم. این بعد از تخم گذاشتن خروسا سخت ترین کار اینه که آدم با شما بسیجی‌ها حرف بزنه، عفت کلام هم داشته باشه. میفهمی چی میگم؟ این سخته، خیلی سخته. آدم با شما صحبت کنه، مؤدب باشه، عفت کلام داشته باشه و نگه اون بابا جان تو خیابونای تهران دارن پایگاهمون منفجر میکنن، تو خیابونای تهران دارن عکس مقام عظما رو میترکونن، بعد تو میگی چرا تو سوریه جواب نمیدی؟ گوش میکنی؟ مخت ضایع است. عبای مقام عظما رو کف خیابون دارن میکشن سرش. دنبال پاسخی؟ طرف نون نداشت بخوره، پیاز میخورد، اشتهاش باشه. تبلیغات دشمنه، جاش مونده، اصلا مشخصه. بعد از ترور حاج قاسم سپاه منفعل نشده توی سوریه و عراق؟ نه خیر به هیچ وجه. اینا تبلیغات دشمنه. سپاه منفعل که نشد هیچ، بلکه با اقتدار کامل مزمحل شد، منهدم شد، منفجر شد، اصلا منقرض شد، مندرس شد، منقطع شد، آخرش هم دیگه کلا منصرف شد. شما که اول آخر سپاه غبارروبی کردید دیگه، چیزی مونده؟ سوال موالی جایی مونده بپرسید؟ من دیگه فکر نمی‌کنم چیزی دیگه مونده باشه. یکی بحث سردار قاچاق کالا مونده، یکی هم بحث جایگاه خانم‌ها در سپاه. در رابطه با قاچاق کالا که خب مشغولیم. در این زمینه نه منهدم شدیم، نه منصرف شدیم، بلکه منتشر شدیم. در رابطه با جایگاه خانم‌ها در سپاه هم به تبلیغات دشمن توجه نکنید.
زینب حاج قاسم یا همون زیزیگلو به عنوان یکی از چهره‌های شاخص سپاه جایگاه بی‌نظیری داره که البته مشمول صدور بحران شد. مثل موشک پرتابش کردیم رفت کجا؟ لبنان. الان جایگاه زنان در سپاه رو باید در سیمای سردار سلامی جستجو کنیم که تو اگه بگی سردار سلامی که مرده همچین میزنم دهنتو پر خون و تبلیغات دشمن میکنم که اصلا از این استودیو همینجوری سینه‌خیز بری بیرون. سردار مقطع دفاع مقدس اشاره کردن همون خلوصی که آقای علیزاده پرسیدن، همون خلوص الان هم دیده میشه؟ ای بابا آقای محترم، آقای با اون قیافه نادخت ببین بیچاره کردی خروس آخه. یعنی تا خود مقام عظما نیاد وسط این برنامه قوقول کنه با اون جسم ناقصش تو دست از این خروس بر نمیداری. من میدونم دیگه. بنده به عنوان سرخروس سپاه پاسداران به نمایندگی از همه خروسای تخم‌گذار یک قوقول برات میکنم این برنامه رو جمعش کنیم تمومش کنیم بریم که بیشتر از این ضایع نشه. آقا تبلیغات